سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 17 سپتامبر همراه شما. گروهی از اسپیرانت‌های تاجیک با ارسال نامه به رئیس جمهور تاجیکستان از قرار ریاست دانشگاه ملی شکایت کردند که حق اجاره خوابگاه را برای اسپیرانت‌ها بالا برده است. محققان جوان میگویند تا کنون برای اجاره حجره‌های خوابگاه دانشگاه ملی در کوچه مایاکوفسکی پایتخت 50 سامانی می‌پرداختند و حالا مجبورند که 100 سامانی بپردازند. 28 نفری که امضای خود را در این مکتوب گذاشتند، من باور دارم که اکثریت آنها مشکلاتی یعنی احوال معیشی دارند، به این خاطر آنها رضایت خود را دادند. رهبران دانشگاه سبب‌های بالا بردن حق اجاره را شرح ندادند، اما 28 اسپیرانتی که به رئیس جمهور امام علی رحمان نامه نوشتند میگویند قرار دانشگاه ملی برعکس وعده‌های حکومت است که گفته است در حق عالمان جوان غمخواری می‌کند. به قول عالمان جوان تاجیک ماهانه‌ای که آنها می‌گیرند به زندگی روزانه‌شان نمی‌رسد. در صرافی‌های دوشنبه قرب دلار آمریکایی در برابر سامانی بالا رفته است و این نگرانی وجود دارد که قیمت مال و محصولات نیز در تاجیکستان بالا می‌رود. در نقطه‌های مبادله اسعار در پایتخت تاجیکستان روز 17 سپتامبر $1 آمریکایی را به 5 سامانی و 15 دیرم عوض می‌کردند که در مقایسه با یک هفته پیش 5 دیرم بلندتر است. بانک ملی تاجیکستان مسئله پایان آمدن قرب سامانی را شرح نداده است، ولی ارزش رسمی $1 را 4 سامانی و 90 دیرم تعیین کرده است. در تاجیکستان بالا رفتن قرب دلار سبب بالا رفتن قیمت دیگر مال و مواد می شود، زیرا کشور بسیاری از محصولات و از جمله مواد غذایی را از خارج وارد می کند. مقامات ولایت ختلان میگویند در عملیات در شهر قرغانتپه مرکز ولایت 30 زن فالبین را آشکار کردند و 3 نفرشان را جریمه بستند. یوسف عابیدوف، یک نماینده ریاست امور داخلی ختلان، به رادیو آزادی گفت این افراد به مردم فریبی مشغول بودند و از آنهایی که به نزدشان می آمدند برای گرمی و خنکی پول می گرفتند. به گفته مقامات ختلان فالبینی 3 نفر از این زنان ثابت شد و از هر سه آنها $320 جریمه ستاندند. در تاجیکستان فالبینی و جادو ممنوع است و بر اساس قانون برای این کار جزای مأموری می‌دهند. بنا به گزارش‌ها مقامات انتظامی روسیه قهرمان شریفزاد، یک آوازخوان تاجیک را در شهر پرم با نیم کیلو هروئین دستگیر کردند، اما این خبر از منابع دیگر هنوز تایید نشده است. قهرمان شریفزاد زاده ولایت ختلان است و 3 ترانه او از جمله با نام آره و بهار گلفشان در اینترنت نشر شده است. و اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.